امیدوارم به مرحله‌ای نرسی که حس کنی تنها راه حفاظت از خودت تنها موندنه. اما اینو بدون، اونایی که دوستمون دارن هرگز ما رو ترک نمیکنن. میتونی پیداشون کنی. قانون دنیا اینه که رویاها میمیرن تا تو بفهمی زندگی هیچ وقت رویایی نبوده و رویایی نخواهد بود. قبول کردم اگه کسی قرار باشه تو زندگیم بمونه میمونه و اگه کسی قرار باشه بره میره و من کاری نمیتونم بکنم. من پذیرفتم آدما میتونن عوض بشن و من نباید جلو تصویر سازی الکی بکنم. قبول کردم اگه کسی دوستم داشته باشه بهم نشون میده. پذیرفتم هر چیزی که بهم آسیب میزنه رو باید رها کنم، حتی اگه اون چیزو دوستش داشته باشم. به این درک رسیدم که احترام خودم احترام بیشتری برام. این سر کیف نیستم، حوصله ندارم. یه روز خوبم، 4 روز داغونم. یه روز میخوام دنیا رو فتح کنم، یه روز حال ندارم از زیر پتو در بیام. خودم هم نمیدونم چه. 5 عادتی که حتما شما رو قبل از 50 سالگی میلیاردر میکنه. 1. به هیچ عنوان به یک منبع درآمدی تکیه نکنید. عادت کنید ورودی‌های مالی مختلفی تو زندگیتون داشته باشید. 2. بیشتر از 50% درآمدتون رو سرمایه گذاری بکنید. این عادت شما رو نجات میده. 3. تو هر کاری که هستید قیمت کارتون رو پایین نیارید. عوضش عادت کنید کیفیت و خدمتتون رو بالا ببرید. 4. از تجملگرایی فرار بکنید. عادت کنید پولتون رو برای پوز دادن و خودنمایی خرج نکنید. 5. برای یادگیری خودتون وقت بذارید، چون اگر مهارت جدیدی یاد نگیرید درآمد جدیدی هم ندارید.